قصه پرداز 1001 شب شهرزاد. و اما ای ملک جوانبخت، راویان اخبار و ناقلان اقوال و قصه پردازان شیرین گفتار چنین آوردند که در روزگاران قدیم ماهیگیری بود سال خورده و تنگ دست، اما با خدا و پرهیزگار، که گرد کار خلاف نمی گشت و راه خطا هرگز نمی رفت. ماهیگیر زحمت کش و قانع با همسر و 3 فرزند خود در نزدیکی ساحل دریا در خانه‌ای محقر و کلبه‌ای چوبین زندگی می کرد. بنابر اعتقادش خداوند رحمان را روزی رسان می دانست و کار خود را هم یک وظیفه و دستور الهی. در زندگی هرگز حرص نمی زد و روزی بیشتر از 4 مرتبه تور به دریا نمی انداخت. اگر در مرتبه اول یا دوم ماهی به تورش می افتاد، کم یا زیاد، کوچک یا بزرگ، رضا به داده خدا می داد و راه خانه را پیش می گرفت. و اگر هم حتی در مرتبه 4م تورش خالی از دریا بیرون می آمد، دیگر تلاش بیشتری نمی کرد. می گفت امروز لقمه‌ای برای من و خانواده‌ام مقدر نشده. باز هم شاکر و سپاسگزار حتی با دست خالی به خانه برمی گشت. و همواره به خود می گفت هر کس هر روز رزق و روزی از پیش تعیین شده خود را می خورد و آنها که طمع می کنند و خود را به آب و آتش می زنند فقط زحمت زیادی را به جان خود می خرند. باری روزی از روزها پیرمرد ماهیگیر به دریا رفت و تور به دریا انداخت و ساعتی صبر کرد. و وقتی خواست تور را بیرون بکشد حس کرد تور به قدری سنگین است که با کشیدن او محال است از آب بیرون آید. پیرمرد سر طناب تور را به چوبی که در زمین فرو کرده بود گره زد و خود به درون آب رفت و با زحمت فراوان کشان تور را بیرون آورد و در نهایت شگفتی دید آنچه درون تور افتاده یک خر مرده است. اندکی چهرهش درهم شد، اما فوراً گفت خداوندا حکمتت را شکر. نمیدانم مصلحت چه بوده که امروز خر مرده در تورم افتاد. یک بار دیگر تور به دریا می اندازم تا ببینم قسمتم چیست. پیرمرد ماهیگیر برای بار دوم تور خود را به آب انداخت و ساعتی به انتظار نشست و چون حس کرد که تور سنگین شده به بیرون کشیدن تور از آب مشغول شد. اما باز هم تور از آب بیرون نیامد. مانند دفعه قبل سر طناب تور را به همان چوب فرو کرده در زمین بست و خود را به آب زد که دید خمره‌ای داخل تورش افتاده. خوشحال از این که حتما داخل آن خمره پر از سکه‌های طلا و نقره و مثلا جواهرات است، با زحمت زیاد خمره را از آب بیرون کشید. و دید درون آن خمره هم جز سنگریزه و گلولای چیزی نیست. باز هم بدون آنکه اخم به چهره بیاورد برای بار 3 تور به آب انداخت. باز هم ساعتی صبر کرد و تور را کشید و متوجه شد که تور به راحتی از آب بیرون می آید. با خود گفت حتما 1-2 تا ماهی کوچک است و باید امروز به همین اندک قناعت کنم. اما از بخت بد این بار هم درون تور جز چند بطری شکسته نبود. باز هم بدون آنکه خم به ابرو بیاورد با خود گفت امروز خواست خدا این است. یک بار دیگر تور را به دریا می اندازم تا ببینم قسمت چه خواهد بود. بار 4 تور خود را پهن کرد. ساعتی بعد که تور را کشید
باز هم تور از آب بیرون نیامد و مانند دفعه اول و دوم سر طناب تور را به همان چوب بست و خود درون آب رفت که دید این بار هم خمره‌ای در داخل تور افتاده است. خمره را که زیاد هم سنگین نبود از آب بیرون کشید و دید در خمره با پوست گاو پوشانده شده و دور آن را محکم بسته و روی پوست مهر حضرت سلیمان را در 4 طرف آن زدند. خوشحال و خندان با خود گفت خدایا شکرت که این بار گنج مرحمتی پیامبرت حضرت سلیمان را با مهرش برایم فرستاده ای. پیرمرد ماهیگیر خمره را تکانی داد که به خیال خود صدای برهم خوردن سکه ها یا جواهرات درون آن را بشنود که هیچ صدایی از داخل خمره به گوش نرسید. با خود گفت حتما در داخل خمره‌ای که مهر حضرت سلیمان بر پوست در آن خورده نقشه یا نشانی گنجی است. چاقوی خود را از جیب درآورد و پوست سر خمره را پاره کرد و دید داخل خمره هیچ چیز نیست. فقط دودی از داخل خمره بیرون آمد و در آسمان پراکنده شد. ماهیگیر زیر لب گفت امروز قسمت نبود که زن و بچه من لقمه غذایی داشته باشند. و سپس مشغول جمع کردن تور خود شد که ناگهان دود برآمده از خمره که در آسمان پراکنده شده بود جمع شد و گرد هم آمد و تبدیل به هیولایی ترسناک شد و در برابر پیرمرد ماهیگیر در حال تعظیم ایستاد و گفت ای پیامبر بزرگ خدا، ای حضرت سلیمان، گناه مرا ببخش و از کشتن من صرف نظر کن. عهد می کنم هرگز سر از فرمان تو بر نتابم و دیگر گردن کشی نکنم. پیرمرد ماهیگیر گفت ای غول، من پیرمرد ماهیگیر کجا؟ حضرت سلیمان پیامبر خدا کجا؟ از آن روزگار تا کنون بیش از 1000 سال گذشته است و سلیمان نبی در جوار رحمت حضرت حق آرمیده و از دنیا رفته است. تو اشتباه گرفته ای، من سلیمان نبی نیستم. دیو خنده ای دیوانوار کرد و گفت چه بهتر، حالا که حضرت سلیمان نیستی پس آماده مردن باش که عمرت به آخر رسیده است. مرد ماهیگیر رنگ از رویش پرید و گفت من که تو را از آن زندان تنگ و تاریک و از قعر دریا نجات دادم، مزد و پاداشم این است که مرا بکشی؟ یادت رفت که بیشتر از 1000 سال داخل این خمره و ته دریا حبس بودی و حساب گذشت روزگار از دستت در رفته بود. حالا به جای این که به من پاداش بدهی و جای یکی از گنجهای پنهانت را به من نشان دهی میخواهی جانم را بگیری؟ تو من بدهکاری؟ عوض این که حسابت را با من تسویه کنی جان مرا مطالبه میکنی؟ در دنیای غول‌ها پاداش نیکی بدی است؟ غول با عصبانیت گفت سخن بی ربط و یاوه نگو که محال است من از حرف خودم برگردم. تنها کمکی که میتوانم به تو بکنم این است که به تو اجازه دهم شیوه مردنت را خودت انتخاب کنی. مرد ماهیگیر با التماس و گریه‌زاری گفت آخر بنده ناشکر خدا، چه اتفاقی افتاده که تو اینقدر کینه‌توز و بیرحم شده ای؟ غول گفت داستان من حکایت درازی است که اگر تو بشنوی قبول خواهی کرد که من حق دارم جان تو را بگیرم. ماهیگیر باهوش دریافت که اگر غول را وادار به تعریف ماجرای زندگیش بکند، اولا زمان مرگش به تأخیر میافتد و در ثانی ممکن است در طول زمان تعریف داستان اتفاقی بیفتد و او بتواند جان خود را از چنان مرگ دهشتناکی نجات دهد. به همین دلیل با چرب زبانی گفت مرگ است، چه فرقی می کند که من نوع و شیوهش را انتخاب کنم؟ اما تو اول قصه‌ات را تعریف کن
بعد مرا بکش. غول گفت وقتی سلیمان نبی از سوی خداوند به پیامبری برگزیده شد، همه موجودات روی زمین از جن و انس و حیوان و حتی مورچه های کوچک را به ستایش خداوند بزرگ دعوت کرد. تمامی موجودات هم دعوت سلیمان نبی را پذیرفتند و به خدای بزرگ ایمان آوردند، جز من و چند تن از عفریتان و تعدادی از اجنه. و من نه تنها ایمان به خدایش نیاوردم، بلکه سر به طغیان و عصیان هم برداشتم. حضرت سلیمان وزیر اعظم خود آصف ابن برخیا را نزد من فرستاد و وزیر سلیمان به من گفت حضرت سلیمان تو را هم به حضور طلبیده و هم امان داده است. همراه من به بارگاه حضرت سلیمان بیا و حرفهای ایشان را بشنو. من هم پذیرفتم و همراه آصف ابن برخیا به بارگاه او رفتم. وی مرا نصیحت کرد و از من خواست که اگر هم ایمان نمی آورم حداقل سر از طغیان برداشته و بقیه عفریت‌ها و اجنه را به شورش تشویق نکنم. من نادان به جای اینکه فقط به نپذیرفتن دعوت پیامبر خدا اکتفا کنم و راه خود را پیش گیرم و بروم، خیره سری کردم و گفتم اگر تو پیامبر خدا هستی من هم سرکرده غولان عالم هستم و حاضر به فرمانبرداری از تو و پرستش خدای تو نیستم و در ضمن به مبارزه و مقابله با تو هم ادامه خواهم داد. که ناگهان سلیمان نبی دستور داد خمره‌ای رویین آوردند و در یک چشم برهم زدن مرا درون آن خمره کردند و سر خمره را با پوست گاو دوختند و خود حضرت سلیمان مهر خیش را 4 مرتبه بر روی آن پوست گاو زد و دستور داد مرا به قعر دریا بیاندازند. من که در این خمره تنگ در دل دریا زندانی بودم با خود عهد کردم هر کس مرا نجات دهد تمام گنجهای پنهانی را که میشناسم و میدانم کجاست به او ببخشم و از مال دنیا بی‌نیازش کنم. 700 سال گذشت و هیچ کس مرا از آن خمره تنگ نجات نداد. بعد از 700 سال عصبانی شدم و با خود گفتم از حال به بعد هر کس مرا از خمره و قعر دریا نجات دهد به جرم آنکه در نجات من تأخیر کرده او را میکشم. و اینک 400 سال دیگر هم از زمان تصمیم دوم من گذشته و من تا کنون هرگز از حرف خود بر نگشتم و مرگ تو حتمی است. فقط همانطور که گفتم تو را در انتخاب شیوه مردنت آزاد میگذارم. اگر انتخاب کردی که هیچ، وگرنه به تلافی آن که بیشتر از 1000 سال درون خمره و ته دریا زندانی بودم تو را به بدترین نوع خواهم کشت. اما پرسیدی که آیا در دنیای غولان پاداش نیکی بدی است؟ جواب میدهم بله. وقتی شما که نام انسان بر خود نهاده اید از انس و الفت و مهر و شفقت فرسنگ ها دورید، چرا ما دیوها و غولها نیکی را پاسخ دهیم؟ زیاد گریه و زاری نکن که وقت ندارم. ماهیگیر به فکر فرو رفت و با خود گفت حالا که ناله و التماس من در این دیو خوناشام اثر ندارد باید با ترفند و حیله ای جان خود را نجات دهم. لذا لحنش را عوض کرد و به جای گریه و زاری گفت حالا که شما اصرار به کشتن من دارید من هم تسلیم هستم. در مورد نحوه مرگم هم انتخاب با شماست، اما دلم میخواهد پیش از مرگم یک چیز را بدانم. غول گفت بپرس. ماهیگیر گفت میخواهم بدانم شما با این توان و قدرت چرا دروغ میگویید؟ غول با عصبانیت گفت من چه دروغی گفتم؟ ماهیگیر گفت چرا راستش را به من نمیگویی که از کجا آمدی و به کجا میرفتی که سر راحت من بخت برگشته را دیدی؟ غول گفت من از جایی نمی آمدم، من از توی همین خمره در آمدم. باز ماهیگیر گفت من که باید بمیرم، چرا بترسم و حرف خودم را نزنم؟ شما از دور که می آمدید
دود بیرون شده از خمره را دیدید و این قصه را ساختید و آن داستان را گفتید. آیا هیولایی به این مهیبی و دیوی به این بزرگی ممکن است داخل چنین خمره‌ای جا بگیرد؟ من که با مرگ فاصله ای ندارم. حرف آخرم این است: شما که شاه غول‌های عالمید دیگر چرا دروغ میگویید؟ دروغ نتیجه ترس و نادانی است. شما که خود را دانا و قادر میدانید دیگر چرا؟ غول عصبانی شد و گفت: مگر ندیدی من به صورت دودی از همین خمره در آمدم؟ ماهیگیر گفت: این غیر ممکن است. مگر می شود قامتی به این هیولایی داخل چنین خمره جا بگیرد؟ اصلا معلوم نیست تو از کجا آمده ای. شاید هم از سرزمین غولان آمده ای. غول گفت: چند بار بگویم من 1100 سال در داخل همین خمره کوچک زندانی بودم و از هیچ کجا جز داخل همین خمره نیامدم. پیرمرد گفت: من که باور نمی کنم. غول عصبانی تر شد و فریاد زد: آخر به توی ماهیگیر ناتوان که جانت در اختیار من است چرا باید دروغ بگویم؟ برای اینکه تو پیرمرد نادان ببینی و بدانی که من همان دود هستم که از در خمره در آمده، حالا پیش چشم خودت باز هم به شکل همان دود داخل خمره می روم و باز خارج می شوم که ببینی. و ناگهان هیولا تبدیل به دود شد و داخل خمره رفت. مرد ماهیگیر به سرعت همان تکه پوست گاو را که هنوز هم مهر حضرت سلیمان نبی همچنان بر 4 طرف آن بود بر در خمره نهاد و با ریسمانی بسیار محکم در خمره را بست. و در حالی که با صدای بلند میخندید گفت: البته که دروغگویی کار زشت و ناپسندی است. زیرا وقتی تو غول بیرحم را متهم به دروغگویی کردم عصبانی شدی و برای اینکه به من ثابت کنی دروغ نگفته ای دوباره خودت را داخل این خمره گرفتار کردی. حالا ای غول بیشاخ و دم، بگو دوست داری دوباره تو را به دریا بیاندازم یا داخل غاری در دل یک کوه که هرگز پای هیچ جنبنده‌ای به آنجا نرسیده ببرم؟ و اما ای ملک جوانبخت، از آنجا که عقل و خرد همیشه راهگشای آدمیان از مشکلات است، همان غولی که تا چند لحظه قبل قصد جان ماهیگیر را کرده بود و به التماسهای او اعتنایی نمی کرد، بنای التماس و آهوزاری گذاشت و عاجزانه گفت: ای ماهیگیر بزرگوار، اگر لطف کنی و دوباره آن پوست گاو را از در خمره برداری و من بیرون آیم، قول می دهم تمام گنجهایی را که سراغ دارم به تو هدیه کنم. فقط مرا از این زندان تنگ نجات بده. مرد ماهیگیر گفت: التماسهای تو موجود قدر ناشناس تأثیری ندارد. من هم ثروت زیاد نمی خواهم. زیرا سرمایه فراوان وسیله راحت آدمی نیست، بلکه بدبختی هم به بار می آورد. که مثل من و تو درست مثل ملک یونان و حکیم رویان است. غول گفت: حال که حاضر نیستی در خمره را باز کنی، قصه ملک یونان و حکیم رویان را برایم تعریف می کنی که پس از آن مرا به دریا بیاندازی. زیرا اگر در دریا بیفتم امید نجات و رهاییم بیشتر از داخل غاری است که در دل کوهی باشد. پیرمرد ماهیگیر گفت: در روزگاران قدیم در سرزمین ایران بین دیلمستان و تبرستان خطه‌ای بود به نام رویان که بر آن خطه امیری به نام ملک یونان حکومت می‌کرد. از قضا ملک یونان که امیر ملک رویان بود گرفتار بیماری پیسی شد و لکه‌هایی بر پوست تن و صورتش پدیدار شد که هیچ حکیمی در آن منطقه قدرت مداوای آن را نداشت به جز حکیم رویان که مدتها بود به مکان نامعلومی رخت سفر بسته بود و کسی از نشانی جدید او خبر نداشت. بالاخره ملک یونان افراد بسیار به اطراف اکناف فرستاد و جارچیان در کوی و محل بانگ و فریاد برآوردند که هر کس حکیم رویان را بیابد و به بارگاه ملک یونان بیاورد مقادیر زیادی سکه به عنوان پاداش به او خواهیم داد. جارچیان در شهری از شهرهای اطراف پشت در خانه‌ای رسیدند که حکیم رویان در آنجا نشسته بود و علاوه بر زبانهای فارسی و عربی و هندی که میدانست
به فرا گرفتن زبانهای رومی و یونانی هم مشغول بود. حکیم رویان در اندیشه فرو رفت و تصمیم گرفت صبح روز بعد به رویان و به دربار ملک یونان رود. فردای آن روز حکیم رویان به در قصر ملک یونان رسید و به خادمان گفت به امیرتان بگویید که حکیم رخصت ورود می طلبد. چون ملک یونان با خبر شد خود پیاده از اندرون تا در قصر که فاصله زیادی هم بود دوان دوان طی کرد و زیر بازوی حکیم را گرفت و خوش آمدگویان او را به اندرون برد و ماجرای بیماری پیسی خود را باز گفت. و چون قصه به دینجا رسید هم سپیده فجر دمیده بود و هم نسیم سحر وزیده بود. شهرزاد همچنان سرگرم تعریف قصه ملک یونان و حکیم رویان بود که پلک‌های سنگین سلطان برهم افتاد و وی را خواب در رو بود و شهرزاد با آن شب 4 شب بود که بدون تیغ جلاد شب را به صبح میرساند و هنوز نمیدانست تا چند شب دیگر قدرت به خواب بردن سلطان و سر به در بردن از تیغ جلاد را دارد.